بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین. الله مهربان همگان شما را در حفظ و امانش نگه دارد و الله مهربان تمنیات و مقصودهای نیک شما را با فضل کرمش حاصل بگرداند. برادران عزیز، در دست من یک کتاب از مرحوم لایق شیرعلی که گاه به همان مصرع‌های ایجاد کردهش نگاه میکنیم میخونیم. 4 مصرع را از همین مرحوم خوانده بودم که بسیار یک دلالت نیکی، بسیار یک نصیحت خوبی کردن. گفتن که خدایا همنشین عاقلان کن، خدایا همردیف عادلان کن، و گورستان از آن روزه بخسپم مرا همسایه صاحب دلان کن. خداوند رحمتشان کند. برادران عزیز، بسیار یک مصلحت زیبایی دادن. گفتن خدایا، گفتن ما را در حیاتی که مقدر کرده کجا یک آدمی دانشمند و عاقل باشد، ما را نصیب همنشین با اونها بگردان. و خدایا در روی عالم هر کسی که عدل را پیشه گرفته است، خدایا از این نعمت هم ما را هم با نصیب بگردان. و در مصرع‌های آخرش گفت خدایا زمانی که جان ما نمیگیری و از این دنیا مقصد گسیل میشیم، پدرود میگیم دنیا را، در همون قبرستانم همسایه آدمان خوب ما بگردان. یعنی آدمی با تقوا، آدمی برادران عزیز از خدا می ترسیدگی، آدمی که در لقمش اهمیت میتید و احتیاط میکند، با او کس هم نشین بودن، محبت بستن، هم راحت دنیا بوده است و هم راحت آخرت بوده است. الله مهربان ما و شما را از این نعمتش برخوردار گرداند. سوال هایی که باقی مانده بود برادران و خواهران عزیز، من بر جواب اونها میگذرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابای حاجی روزه را اگر 3 یا 4 دقیقه پیشتر از وقت شام کشایی درست است؟ نه، درست نیست. یعنی اگر ماها امروز خیر شکر خدا که طریقه اینترنتی قطعی هم وقتا معین شدگی هستند. اگر ما میبینیم که مقصد در ساعت 7 اولی وقت نماز مثال شام است، انمون وقتی ساعت 7 میتونیم که کشاییم. اگر 19:55 و 56 باشد نکشاییم برادران عزیز، بلکه همون وقتی معین شده را در اولی وقتش اگر اذان هم که نشنوین لیکن وقت که داخل شد میتونید که شما روزه هاتون کشایید. نماز را در خانه خوانی اذان شرط است. در خانه برادران عزیز، اگر خانه ما و شما در شهر باشد و مسجدهای ما و شما در شهر کشاده باشند و 5 وقت در داخلشان اذان باشد، دیگر در خانه ای که در شهر زندگی میکند اذان و اقامه گفتن این دیگر نه شرط است و نه واجب است و دیگر نه سنت. یعنی ما میتونیم بدون قامت یا بدون اذان نمازهامون در الله اکبر گفته آغاز کنیم. اجازت است وقتی که اگر آواز اذان یا گویم در مسجدهای ما و شما 5 وقت اذان گفته شود. دیگر سوالی که دادن گفتن نماز شکر وضو را در کدام وقت خواندن ممکن است؟ هرگاهی که شما طهارت میکنین، همین 3 حالت نباشد، وقت طلوع آفتاب، وقت زوال یعنی وقت قیام میگیم قیام، و وقت غروب.
اینها را برادران شما وقتاشا میتونید که از همون طریق اینترنتی شما یا بین که وقت طلوع آفتاب کمه کدام وقت است، قیام کی است و غروب کی است. همین سه حالت حالتی خواندن یگان نماز نیست. دیگر حالت در هرگاهی که شما طهارت کردین برادران عزیز و گرامی میتونید که شما 2 رکعت برای نماز شکر وضوتون خوانید. دیگر گفتن سوالی که دیگر دادن گفتن بابای حاجی خواب بینی که در کعبه هستی و پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم در همان جا هست، نماز پیشین را میخوانیم، این چی تعبیر دارد؟ من اصلا برادران عزیز چندین بارها بیانم کرده بودم که من تعبیر خواب کرده نمیتونم، ولی انشاءالله هر خوابی که اگر به همین طرزی که این برادر است خواهر است بیان کرده است، اگر بینی کعبه را خواب بینی، ببین مسجد خواب بینی، قرآن خواب بینی، پیامبر خواب بینی، این معنای او را دارد که خودت آدمی با سعادتی، خودت آدمی با برکتی، خودت آدمی بسیار خوبی، زیرا که در خواب هر کس برادران و خواهران عزیز کعبه و پیامبر نازنین، مسجد، قرآن، اینها در خواب هر کس داخل نمی شود. چقدر اگر آدم وجودش تازه باشد، پاک باشد، خوب باشد، این خوابها در ذهن او کس می آید، این خوابها را ببیند. برای همین گواهی گفته میتونم که انشاءالله خوابی بسیار مبارک، خواب بسیار خوابی خیر است. دیگر سوالی که کردن گفتن نماز تهجد را در چی وقت باید خوانی؟ بعد نماز همین عشا میگیم یا بعد نماز خفتن دیگر وقت نماز تهجد داخل می شود. کسی اگر برای او شب خیستن مشکل تر باشد میتواند از پشت نماز همون خفتن شم تهجد چه خوانه و رفته خواب کنه. یا اگر انسانی که عادت داشته باشه و باز خیلی محبت و میل و ثواب زیاد اگر خواهشش باشد، این کس میتواند که از قسمی با آخر شب خیزد. دیگر سوالی کردن در وقت نماز به خاطر هر چی فکرهای بد سوره را فراموش کنی، آیا از سر میخوانی یا گناهگار میشوی؟ اگر وقتی که در داخل نماز در ذهن شما هر فکرها آمد، اکو وسواس شیطانه، شیطان وسواس میکند که همون محبت و میل و شوقی که شما دارید در نماز هم را از شما بگیرد، ولی شما هیچ وقت رو افتاده نشین. هر فکری که در ذهنتون میارد شما نماز با همون محبت و میلتون خواندن بگیرین. دیگر آهسته آهسته میبیند که وسوسه هاش که در تو تاثیر نمیرسانه و تو دائم با دعا هم که خدایا همین وسوسه ها را، همین مثال فکرهای بیجا را از ذهن من دور کن، انشاءالله تو پیروز میشوی و خدا خواهد این فکرها دیگر در ذهنت نمیاد. لیکن آدمانی که اگر دائم در فکرش همین باشد که 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت، این دائم همون رکعتی کم میگیری، یعنی در ذهنت میگذارونی که یعنی من 3 رکعت خواندم. اگر همین مسئله گاه شود نماز ایسر میخوری. دیگر سوالی که آمده است میگویند که ماهی را با چیزهای سفید خوردن جایز نیست، یعنی با شیر یا با تخم، آیا همین درست است؟ اکی جهتهای طبی اگر از نگاه دین برادران عزیز و گرامی مثال خوردن اینا همش حلالن، خواه شیر باشد خواه تخم باشد، ولی از نگاه طب دیدن در کار که اگر به شرط همین ماهی با تخم یا با شیر موافقه نشود یا ممکن که همین ها در جسم ما و شما یگان زیان ضرر بیارد، طبیب ها را هم گوش کردن در کار، زیرا اونها باز در این بابت ها تجربه ها دارن، از تجربه های اونها هم برادران عزیز استفاده کردن در کار، لیکن از نگاه دین یگان زیان و ضرری ندارد. دیگر گفتن که مرد روزه میگیرد ولی شب زنا میکند، این چی میشود؟ و یا عکس های عریان تماشا میکند، اگر جنابت شود آیا کفارت میدهد یا روزش قرض میگیرد؟ برادران عزیز و گرامی
برای همین نفری که روز روزدار باشد و شب زنا کند، روز روزدار باشد و شب با نوشابه های سپیرتی مقصد روزش کشاید، روز روزدار باشد و شبی دراز مقصد با تلفن همان زنهای لوچ تماشا کند، بهترش همین است که این آدم روزه نگیرد. یا اگر آدمی نمازخوانم که باشد، بهترش همین است که این آدم نماز دیگر نخواند، زیرا ایرا در کتابها همچون مسخره در دین میگن. برای همین این سوال برادر عزیز جوابش همین است که شریعت همین را میگه وقتی که این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر، نمازی که اگر تو از کارهای زشت من نکرد، معلوم است که نماز از برای خدا نیست. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، من توصیهم همین است که شما وقتی نماز میخوانید، وقتی روزه میگیرین، از این کارها باید که شما دیگر توبه داشته باشین، دست کشیدگی باشین، زیرا اینها همون ویروس های هستند که تمام ثواب را خورده نابود میگردانند. الله مهربان بازم عاقبت هامون بخیر کنه، ایمان هامون با سلامت نگه داره، محبت هامون، میل هامون باز به سوی دینش زیاد بگردانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.